اوپنهایمر، یک فیلم دلهره‌آور زندگی‌نامه حماسی به نویسندگی و کارگردانی کریستوفر نولان است که در سال 2023 کان شد. نولان فیلمنامه این فیلم را بر اساس کتاب پرومته آمریکایی پیروزی و تراژدی جی رابرت اوپنهایمر به رشته تحریر درآورده است. داستان فیلم درباره زندگی جی رابرت اوپنهایمر، فیزیکدان نظری آمریکایی است که عنوان پدر بمب اتمی شناخته شده است و کیلیان مورفی نقش وی را در فیلم بازی کرده است. این ششمین همکاری مشترک نولان و مورفی است. امیلی بلانت در نقش همسر اوپنهایمر بازی می‌کند. مدت زمان فیلم 181 دقیقه، محصول کشورهای ایالات متحده و بریتانیا، زبان انگلیسی، هزینه فیلم $100 میلیون و فروش گیشم به بیش از $950 میلیون رسیده است. نولان در سپتامبر 2021 خبر از نویسندگی و کارگردانی فیلمی زندگی‌نامه‌ای درباره اوپنهایمر داد که داستان آن طی جنگ جهانی دوم جریان دارد. اکثر بازیگران اصلی میان سپتامبر 2021 و آوریل 2022 مشخص شده. پیش تولید تا ژانویه 2022 فیلمبرداری در اواخر فوریه آغاز شد و در می همان سال پایان یافت.